1 سال و چند ماه این که فرزندان ما برای نماز رفت مسجد، رفتین که نماز جمعه ادا بکنن، فرزندان ما کشک بودتگن. افسوس که ما تمروچی جواب درستی نگفتا. جمعه خونین خاش و زاهدان فراموش نبی روچی ابی که دولت مردان واقعا دست بالا بکشه و بگوشنشان فرزندان ما بودتگن، بگوشن که ما اجتماع کرتا آمره بیاین تناب بر گلو بدهین گوره این ملت شجاعی بخشنتش. ولی نه ایشی که بی تمام اینا مننده بی خبر و بی فکر ببین که بله کاری بود و ربطه ایشانی زور نرسی. اگر زورشان نرسی زور خدا بالاه. احترام حضرت شیخ الاسلام، ما مردم بلوچ، مردم مسلمان حضرت شیخ الاسلام از چمانه و دوستره داریم. هر کسی نسبت به حضرت شیخ گستاهی یا بی احترامی بکنه اگر دست ما مرسی اما ما دشمن و تزانی. پس احترام واجبن. اگر توانی دیگه ما را مبی ما به خاطرای حاضرین که جان ناقابل و فدا بکنیم. پس احترام بزرگان ما، احترام مساجد و مراکز ما، احترام مدارس ما، احترام